حدود ساعت 10 شب 9 فروردین 1401 اهالی وکیل‌آباد 87 مشهد مرد جوانی رو توی تاریکی شب دیدن که از خونه‌ای بیرون اومد و در حالی که به سختی راه میرفت وسط خیابون افتاد و کسی جرأت نداشت بالای سرش بره، چون نه فقط سر و صورتش زخمی بود که دست و پاش هم بسته بود، شلوارش تا نیمه پایین بود و پایین تنش هم غرق خون بود. دقایقی بعد با تماس همسایه‌ها پلیس به محلی که این جوان با سر و وضعی فاجعه افتاده بود اعزام شد. بلافاصله بعد از اومدن پلیس اورژانس هم رسید، اما دیگه کار از کار گذشته بود. مرد جوان به علت تجاوز مکرر با جسم سخت جون خودش رو از دست داده بود. سلام دوستان، به کانال افشا خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یک پرونده تازه از سری پرونده های جنایی هستید. خوشحال میشم اگر از این سبک ویدئوها خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدئوهای جدید رو از دست ندید. پرونده تجاوز گروهی به تازه دامادی که منجر به مرگش شد. مواجهه اورژانس و نیروهای پلیس با این جنازه غرق به خون که به شکل بسیار وحشتناکی به قتل رسیده بود، پای پزشکی قانونی و بازپرس ویژه جنایی رو شبانه به اون محله باز کرد. اما پیدا کردن و شناسایی کسانی که این بلا رو سر مرد جوان آورده بودند، کار چندان دشواری نبود. پلیس به راحتی با دنبال کردن رد خونی که از مرد به جا مونده بود، کمتر از 1 ساعت بعد به آپارتمانی رسید که جنایت در اون رخ داده بود و هویت مقتول به اسم محمد میم 36 ساله شناسایی شد و بعد از تماس با خانواده‌اش اولین نفری که به صحنه قتل رسید زن 32 سالش یعنی کیمیا بود. تنها 20 روز بعد از عقد رسمی و دائمیشون این بلا سر شوهرش اومده. کیمیا که از 1 سال قبل از قتل محمد هم صیغش بوده، انگشت اتهام بلایی که سر محمد اومده رو به سمت شوهر سابق و برادرش میگیره و کل ماجرا رو تعریف میکنه. کیمیا به بازپرس پرونده میگه پارسال چند ماه بعد از اینکه از همسر سابقم که پسر داییم هم بود جدا شدم، به عقد موقت محمد در اومدم و زندگی و رابطه خوبی با هم داشتیم تا اینکه حدود 20 روز قبل محمد منو به طور دائمی عقد کرد و من زن دومش شدم. محمد شوهر فعلیم و امیر شوهر سابقم همدیگر رو میشناختن و یه رابطه فامیلی دور داشتن. بعد از اینکه امیر فهمید من رسما زن عقدی محمد شدم، باهاش اختلاف پیدا کرد و حتی چند بار هم تهدیدش کرده بود که میکشتش. اثبات ادعاهای کیمیا خیلی سخت نبود و نشونه‌هاش تو همون صحنه قتل پیدا شد. پلیس با دنبال کردن رد خونی که از مقتول به جا مونده بود به خونه برادر کیمیا به نام یاسر رسید. شواهد نشون میداد هر بلایی سر محمد اومده توی همین خونه بوده. کیمیا گفت صبح روزی که این بلا سر محمد اومد خودش به من گفت که برادرش بهش زنگ زده و دعوتش کرده خونه که مشکلاتشون رو حل کنن. محمد بهم گفت قرار یاسر میانجیگری کنه و اونو امیر رو آشتی بده که دیگه کاری با هم نداشته باشن. من خیلی بهش اصرار کردم که نره، اما اون گفت باید مشکل رو حل کنه. ظاهراً امیر و یاسر که پسردایی و پسر عمه هم بودن به همراه شوهر خواهر یاسر یعنی علی نقشه کشیده بودن که محمدو به خونه بکشونن و بلایی به سرش بیارن و مجبورش کنن که کیمیا رو طلاق بده. همینطور هم میشه. اون 3 نفر دست و پا و دهن محمدو میبندن و امیر شوهر سابق کیمیا بهش تجاوز میکنه. البته ماجرا به همین جا ختم نمیشه و امیر با یک ابزار آهنی هم محمدو آزار میده و در واقع چندین بار یک سوهان آهنی رو تو مقعد محمد فرو میکنه که به گزارش پزشکی قانونی دخول همین سوهان آهنی و پارگی شریانها عامل اصلی مرگ محمد بوده. به دنبال صحبت‌های کیمیا و البته کشف شواهد این تجاوز و قتل وحشتناک در خانه یاسر، هر 3 نفر یعنی امیر، یاسر و شوهر خواهر یاسر تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
و با سرنخ‌هایی که کیمیا به پلیس میده تک تک مخفیگاه‌های احتمالی اونا بررسی میشه تا در نهایت امیر و یاسر توی یک باغ ویلا در منطقه تفریحی شاندیز بازداشت میشن. امیر 33 ساله یعنی شوهر سابق کیمیا و یاسر برادر کیمیا به اتهام تجاوز و قتل عمد دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. امیر به عنوان متهم ردیف اول پرونده در بازجویی ماجرا رو اینطور شرح داد: کیمیا دختر عمم بود و وقتی تازه از سربازی اومده بودم با هم عروسی کردیم. این همه سال با هم زندگی کردیم و 2 تا هم بچه داریم. یه دختر 13 ساله و یک پسر 8 ساله. اما این اواخر مشکل مالی پیدا کردم و کیمیا سر ناسازگاری گذاشت و طلاق گرفت. بعد از جدایی از من بلافاصله فهمیدم با کسی رابطه داره که ما از قدیم با هم مشکل داشتیم. خودم رفتم سراغ محمد و بهش گفتم بیخیال کیمیا بشه و دست از سرش برداره. اما اون ولکن کیمیا نبود تا اینکه فهمیدم با هم رفتن مسافرت. همونجا بود که بهش پیام دادم که اگه کیمیا رو ول نکنه میکشمش. اون نامرد اما کیمیا رو برد عقدش کرد و عکساشونم واسه من فرستاد و حتی تهدیدم کرد که عکس و فیلمای لخت زن سابقم رو هم داره و اگه زیاد مزاحمش بشم کیمیا رو طلاق میده و عکس و فیلماشو پخش میکنه. اونجا بود که دیگه خونم به جوش اومد و تصمیم گرفتم ادبش کنم. امیر ماجرا رو با یاسر یعنی برادر زنش و علی با جناق سابقش در میون میذاره و ستایی نقشه میکشن که بلایی سر محمد بیارن. اون 3 تا برنامه میریزن که محمد رو بکشونن خونه و بهش تجاوز کنن و با اون فیلم هم تهدیدش کنن که کیمیا رو طلاق بده و بره. ماجرا رو از زبون خود امیر بشنویم. موضوع رو با یاسر برادر زنم در میون گذاشتم و اونو به بهانه گفتگو درباره شایعات مطرح شده درباره دشمنی بین من و خودش و پایان دادن به این شایعه به خونه یاسر کشوندیم. بعد هم با همدستی علی با جناقم بهش حمله ور شدیم و بعد از اینکه دست و پاها و دهنش رو با پارچه بستیم به شدت کتکش زدیم. هر 3 نفری با هم شکنجش کردیم. لباساشو در آوردیم و من به آزار و اذیتش پرداختم تا از صحنه‌های شکنجه فیلم‌های سیاه بگیریم که با اونا تهدیدش کنیم که کیمیا رو طلاق بده و هر چی بگیم انجام بده. تو همون گیرودار من یه دفعه عصبانی شدم و یه سوهان آهنی بزرگ که کنار آشپزخونه یاسر افتاده بود و برداشتم و شروع کردم با اون ابزار تجاوز کردن به محمد. بعد یه دفعه پارچه دور دهنش افتاد و شروع کرد به داد زدن که سرشو کوبیدم به پنجره. بعد هم انداختیمش توی کوچه و خودمونم فرار کردیم. فکر نمی کردیم بمیره و فقط میخواستیم تنبیهش کنیم. در پی اعترافات امیر و یاسر، علی متهم سوم هم چند روز بعد دستگیر شد و اظهارات همدستاش رو تایید کرد. به دنبال اعترافات متهمان در جلسات بازپرسی، پزشکی قانونی سلامت روانی هر 3 نفر رو تایید کرد و به این ترتیب اونا در حالی به آخرین دفاع از خودشون پرداختن که بررسی‌های دقیق قضایی نشون داد هر 3 نفر در قتل محمد نقش داشتن. علاوه بر این فیلم‌های وحشتناک صحنه‌های آزار و تجاوز امیر به محمد در گوشی یاسر کشف شد و ضمیمه پرونده شد. بعد از پایان تحقیقات و بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست این پرونده جنایی وحشتناک صادر و هر 3 نفر راهی دادگاه شدند. در پایان دادگاه هر 3 متهم محکوم به اعدام شدند. امیر به اتهام قتل عمد و تجاوز و یاسر و علی هم به اتهام همکاری در تجاوز به عنف و قتل عمد. چرا که ایراد صدمات متعدد به مقتول توسط هر 3 متهم در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احراز شده. البته تنها حکم امیر در دیوان عالی تایید شد و حکم اعدام 2 متهم دیگه یعنی یاسر و علی در دیوان عالی نقض شده و در مرحله فرجام خواهیه. ممنون که تا اینجای پرونده با من همراه بودید. امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم.